قله حاکمیت دین خدا، حاکمیت حق، حاکمیت عدل، قله رسیدن به مقصود و غرض از خلقت انسانی که عبارت باشه از تکامل انسان، کمال بشری، خواهید رسید. این کار شماست. شما جوانهای امروز می توانید مایه امید باشید. مایه امیدید، بحث می توانید نیست، مایه امیدید. امروز هر کدام از شما یک مشعل نورانی میتونید باشید بر سر راه پیرامون خودتون و محیط پیرامونی خودتون. سعی کنید این رو نگه دارید، تلاش کنید در این راه استقامت بورزید. فاستقم کما امرت و من تاب معک. استقامت مهمه، ایستادگی مهمه و این کار رو شما می توانید بکنید، انشاءالله خواهید کرد به برکت توجه و توسل به حسین ابن علی علیه السلام. انشاءالله همچنانی که اراده شما در این راهپیمایی‌های عظیمی که امروز و روزهای قبل در بین نجف و کربلا و در راه کربلا وجود داشته یا در شهرستان ها به تبعیت از اون راهپیمایی وجود داشته، همچنان که در این راهپیمایی ها با استحکام حرکت کردید، جوانانه راه رفتید، در همه کارها انشاءالله خواهید توانست راه معنویت و حقیقت و حاکمیت توحید رو انشاءالله با همین استحکام حرکت کنید. این امیدی است که به شما جوانهای امروز هست، به شما جوانهای دنیای اسلام هست، به خصوص به شما جوانهای ایرانی عزیزمون هست. من امیدوارم خدای متعال به شما کمک کنه، توفیقتون بده و استقامت بورزید در این راه و همیشه حسینی زندگی کنید و حسینی بمانید. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.